کنترل کرنا میسل دنها دا ایک جهن گلک لشکر و ولات جهانه آماده کارین خواد کن با آزاد کرناوه و گلک جمیدیان جهانه جی بحث جی آزاد کرناوه دکن. امریکا ده چند روزن در بازبوی دا دیار کرد که چندین افسر و چک و تقامنین بهز بو کنترل کرنا میسل آماده کرینه و خوش پشکدارن بهز دبینیدن بو آزاد کرنا میسل. هرچند امریکا جی پشتگیری لشکر عراق دکتن که سرپرشتی آزاد کرنه بکتن لیوان جی چندین توپخانه و فروکن آسمانی آماده کرینه دگل هزن هفیمانان. لشکر عراق و حشد وطنی که هزه که طایبتا میسل و خلکیوه ایک جوان هزن که چگو ماند پشکداری کرنا ویدا نماینه چونکی چندین جار حیدر عبادی و برپرسن لشکرین عراق بحثا بهز خو آماده کرنا لشکر عراق کرینه بو کنترل کرنا میسل و هیانها لشکر عراق لباشور میسل چندین دور آزاد کرینه و لروش حالاتا میسل که محور مخمور ود گریتن چندین دور و گند آزاد کرینه مین حاج علی و شرگات و گیاره و والاتین وان دورانجی دست به وگریان کرینه بو دورن خواه و چند روز والاتین حویجه جی آواره حریم و کردستان دبن و لکم پا دیبگه دهن آکنجی کرن. اوش بو یکت زوریتن که لشکر عراق برف حویجه جی بریک هفتیه. هرچند چندین جارج آلی برپرسن بغداد و که بتنی حس ده پشکدار بیتن بو کنترول کرنا مثل دا لشکر عراقیه. لپشت آزاد کرنا 11 گندین محور خازر جالین هزم پشمرگی و برپرس و فرماندهین پشمرگی افیکه دوپات کرن که پشمرگی به حس خو آماده کریه و بی پشمرگی باجر مثل نه تا آزاد کرن. لجودا جهازن امریکا و هفیمان و لشکر عراق و پشمرگی بحث جهازن ترکیه و پاکستان و حشد شعبی ده تا کرن که برپرسن وان هزان ده بیجن لپشکدار بند کنترل کرنه دا ده چند روزن در بازبوی دا اردوغان سروی که ترکیه را گهاند که چاواری کسی نکن حتی رای که بوان بدن بو پشکداری کرنا کنترل کرنا میسل و دیار کر لشکر که تایبت آماده کریه و پارلمان ترکیه جی پشتی داخوانین اردوغانی رونشتنک انجام دا و آختنه دوی جی پشت راست کرن. لدداوی رونشتنا خدا پارلمان عراق برسه و پارلمان ترکیه و داخوانین اردوغانی دان و بریار دان که نابی جبلی هزن عراقی ده آخا عراق دا بمینن و دوید همی هزج عراق بدر کون کنه هزن عراق بن. سبایت به پشکداری کرنا هزن پاککی ده کنگره که روزنامه‌وانی دا پارزگاری میسل را گهاند که بریارا که ده پشکدار بیتن ده کنترل کرنا میسل دا لجم حیدر العبادیه و او دیوان پرسیارا ایک آلی کتن. ایاس عبدالله انارتی هولیر